دو عزیز دستفروش قزوینی که توسط بچهای شهرداری کتک خوردن و لطفاً همین الان پیداشون کنید و به من بگید. از طرف کلینیک مهرزاد ما می‌خوایم براشون 2 تا مغازه بگیریم و تمامی جنساشون رو هزینه کنیم و براشون یه جنس خیلی خوب همه چی بگیریم دیگه. 2 تا مغازه می‌خوایم بهشون کادو بدیم توی قزوین. خواهش میکنم تا جایی که میتونید الان اینو استوری کنید، پیداشون بکنید که زودتر ما پیداشون بکنیم، چون من نمیدونم الان کجا هستن و باید با کی در ارتباط باشم. از دوستای عزیزم هم خواهش میکنم که استوری کنن و این 2 عزیز پیدا بشن. کار بزرگی داره اتفاق میفته دیگه. 2 تا مغازه میخوایم بهشون کادو بدیم، وایسن کاسبی کنن، از اینم بهتر. پس همین الان ادستوری کنید و بهشون خبر بدید که امیر آرتا به همراه کلینیک مهرزاد 2 تا مغازه با تمامی امکانات و هزینه حالا اون اولیه جنسشون رو میخوایم بهشون بدیم. همین الان بگید.